بازی‌های موفق گذاشته دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی روز 2 نوامبر برگزار شدند. بازی مرکزی این دور میان دسته‌های حاصلات و رگارتاداز در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخار با حضور 6000 تماشابین برپا گردید. میزبانان به دروازه مهمانان 4 گل به جواب زدند. دسته حاصلات فرخار که در بازی موفق گذاشته دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم رگارتاداز تورسونزاده با حساب 4-0 پیروز شد، صاحب مدال‌های نقره و راحت به جام آی‌اف 2017 گردید. حساب را ابراهیم ربیموف در دقیقه 8 بازی از جریمه 11 متره باز کرد. سه گل دیگر را لگیونر صادق موسی و برادران نوروز و حسن رستموف در نیمه دوم دیدار به ثمر رسانیدند. عموما در دور دوم چمپیونات گفتنیم که چه از طرف روبریت دسته چه از طرف مخلصان خیلی دستگیری زیاد بود و خیلی که ما میدونیم سال گذشته هم نیت ما برای برآمدن به لیگ عالی بود و او در نزد دسته و وظیفه‌ای که در نزد ما روبریت مونده بود ما سربلندانه امروز اجرا کردیم و خیلی که امروز بار دیگر درباره بازی گفتنیم اولی قسمی اولی بازی البته برتری ما مشاهده میشد و عموما اون نقشه‌هایی که در نزد دسته ما مونده بودیم بازیگران هم خیلی سربلندانه اجرا کردند و من همچون سرمربی بازی دسته خود در موسم امسال و عموما از نتیجه‌ای که دسته ایشون داد خیلی روزیم و با تشکر زیاد به مخلصان دسته که چی بازی در سفر باشد چی بازی در خانه عموما دستگیری خیلی بلند داشت. دسته حاصلات با رهبری سرمربی محمد جان حبیب‌الله‌اف با 37 امتیاز در جدول مسابقه در مقام دوم قرار دارد و صرف نظر از نتیجه بازی آخرانش با مدال‌های نقره قهرمانی تاجیکستان سرفراز می‌گردد.